سلام دوستان، حالتون چطوره؟ آقا اومدیم که آموزشو بذاریم دیگه. آقا آموزش شمشیر شنکس و که سیبر هست. حالا داخل ویدیو گفتم سابر، ناکنید نوشته سابر. خب این شمشیر سابر رو اگه بخوام داشتم شوخی میکردم، جدی دارم میگم سابر. هنوزم بهش میگم آزنا کن، میگم سابر نمیشه با سیبر چیه سابر. آقا میخوایم شمشیر شنکس رو بگیریم. ببینید اول واسه بهتون چند تا نکته رو بگم. خب واسه دقیقه من صدای اینو کم میکنم. ببینید شما برای اینکه بخواید شمشیر شنکس رو بگیرید باید اینکه لولتون بالای 200 باشه تا این دره واسهتون باز بشه، که اینم حالا خود شنکسه. حالا دیگه بعد لولتون بالای 200 یا خود 200 باشه تا این واسهتون باز بشه. حالا یه نفرم واسه هم نوشته بودش که لولم هنوز کامل یعنی مکس نشد و درجه دوم هم نرفت، دارم چرا آموزش میزنم. خب بعد منم بهش گفتم که ویدیو بعدی درجه دومم، ولی خب نتونستم عمل کنم به قول اون 523 لولم کمه هنوز و یه 200 دیگه میخواد که برم درجه دوم. ببینید من حالا ویدیو رو گذاشتم واسه کسی که درجه اولن و شروع نکردن هنوز، واسه اونا گذاشتم. خب و اینکه آقا میخوایم بریم شمشیر شنکس رو بگیریم الان، بریم که آقا دیگه آموزش رو بدیم دیگه. آره ببینید برای شمشیر شنکس شما باید سری پازل کامل کنید. خب پازل هم که یکیش اینجاست، اینجا بیایید اینجا ثبت بشه واسهتون. یه دونه دیگهش اینجاست، یعنی شما یکم بپرید و اینا دیگه ثبت میشه. این یکی پازل هم اینهاش اینجاست، یعنی اینجا که این تست و اینا هست بیای و اینجا. آره آفرین همینجا. حالا بعدش 5 تا پازل، 3 تاش داخل این وره، یکی 2 تاش هم داخل اون جزیره است، یعنی اون بغلیش که حالا ما میریم و دوستان آها ببینید بهتون نگفتم این پورتالی که الان دارم و عروض زمین پیدا کردم. باریکلا نه من واقعا اصلا خوشحالم. یکیشم اینجاست، اینم برید بگیرید و اون یکی هم اینهاش، اینا رو بگیرید. بعدش واسه میگه دریچه وا میشه. حالا کجا دریچه وا میشه؟ همینجا که شما کوست میگیرید، یعنی اینجا که شما کوست میگیرید برید پایین یه دونه دریچه وا میشه، یعنی اینجا. خب اینجا میرید داخل این تست، حالا اونم بردارید. بعد اینجا بچسبید. حالا من چون که یه بار برداشتم دیگه بر نمیداره. تورس رو بردارید اینجا، بعدش دیگه بیاید بیایم بیرون. خب ببینید شما تورس که برداشتید میاید به دزرت هم کجاست؟ حالا واسه برم اینا همین مثل خودمون اینجا بیاید و آره دیگه وقتی که اومدید اینجا این خونه خرابه رو میبینید. خونه خرابه اینهاش همین که رفته پایین اینجا. شما بیاید داخلش و بیاید پایین. اینجا ببینید واسهتون بسته است. تورچ رو بردارید و بمونید اینجا یک چند ثانیه، آتیش میگیره اونجا. بعد این جام هست، جام رو بردارید. بعدش برید به کجا؟ به جزیره یخی که میشه واسید برم اونجا. اینجا همینجا که آتیش گرفتیم بیایید اینجا این قاره که بهتون گفتم، فکر کنم آره دیگه گفتم بیاید اینجا داره آب میچکه. خب شما اون جام رو بگیرید زیر آب پر میشه. وقتی که جام پر شد واسه من بگیرم. خب وقتی که جام پر شد شما میاید اینجا داخل این خونه. خب با این فقیره حرف میزنید و اینا. بعدش دیگه حالا من بهش چی کردم،
بعدش که به این فقیر کمک کردید میاید داخل وایسید پیرسون اسکای جانگل پیرید وایسید الان من اینو پیدا کنم. آفرین همین پیرید ویلیج دیگه. آره اینجا بیاید و اینجا که اومدید اینجا یه ریچمن هست، با این حرف بزنید. اول ازتون تشکر میکنه اینا تشکر میکنه، بعدش یه بار دیگه باش حرف بزنید میگه یه باسی رو بکشید. حالا باسی کجاست؟ باسی اینا یه جزیره اونجاست، ببینید اونجا داخل اون جزیره باس یه باسه که لول فکر کنم ببینید شما وقتی که رسیدید به این جزیره اینجا یه باس هست. حالا نه واسه من نبود این الان اومدم اینجا نیست، نمیدونم چرا که. آره دیگه این باس رو بیاید بکشید، بعدش برید پیشش باش حرف بزنید. این کلید رو بهتون میده. بعدش شما این کلید رو که گرفتید میاید به جانگل. حالا میاید جانگل رو بعدش که اومدید جانگل میای اینجا کلید رو میزنی و باز میشه. و دقت کنید چه باید لولتون حتما 200 به بالا باشه یا خود 200. اوکی بعدش هم بیاد بکشیدش دیگه. حالا همچین سخت هم نیست، آسون هم نیست. آره میتونید شما بیاید مثلا اینجا بهش دمیج بزنید، بیاید پشت کلید نکن بالا باشه همچین خودش میزنیدش دیگه. آره دیگه همین مثلا اگه بخواید میتونید از این هم استفاده کنید از این کار که آره میتونید همین کار انجام بدید. من بهتون پیشنهاد میکنم چون که اون فقط با همین ریاض قرمزا میتونه زیاد. آره دیگه اینطوری بکشیدش رو لذت ببرید. الان جونشون رو یکم کم کردم چون حالا همونطور که بهتون گفتم داخل استیتس نکنید. من الان ریست کردم. خب الان سوردن لول 1 اصلا دمیج خوبی نمیده. خب برای همینم دیگه حالا میخوام پورتالم که لول 300 شد که بخوام اینو بگیرم. بعدش دیگه حالا با شمشیرم کار میکنیم و اینکه بهتون بگم آره دیگه همه این کارو رو کنید. اگه این باس اینجا نبود سرورتون رو عوض کنید و آره حالا قدرت این سیبر چیه؟ سیبر آره دیگه همین مال شمس زد اولی زد که میزنید اینه نکن. من اینقدر نتا ضعیفه که چیزه ایکس هم که میزنید بکنم نفهمیدی درست نمیدونم. بیاید اینجا. آره نتم بده. خب هر موقع میخوام ویدیو بگیرم نتم بده. این که اولیه خیلی اوکی و اینا. بعدش ایکس رو که میاد میزنید. آره این دوتا قدرت رو داره و اسکین جدید و به اسکین جدید و ناکن میخوام ویدیو بعدی شاخه پرگل قشنگم چرا تو رو میبینم سرخ میشه رنگم. ویدیو بعدی حالا باید من نم چیکار کنم. ویدیو بعدی میخوام بهتون یه آموزش بدم که آیتمای دریا اول رو بگیرید. اینم تازه گرفتم خوبه چیز بدی نیست ولی خب آره دیگه بعد ببرم لول آپش بکنم. و اینم بود ویدیو امروز و امیدوارم که لذت ببرید و شمشیر رو بگیرید. آره دیگه بگید که حتما حالا یه دونه ویدیو که میخوایم بگیریم آیتمای دریا اول دیگه ایده خودتون بدید. من حتما کامنتاتون رو میخونم و دوست عزیزی که گفته بودی از دریا دوم نیستم واقعا دیگه ویدیوی بعدی دریا دوم جدی میگم اینو جدی میگم.